لبنان منی دریا ماره خونه نه اینجی در بوده بیا اما اصلا تو بسی کنه ها اون در بوده منی دریا ماره بابا تو بگیم این اینجا تا دیدم نیا بوده منو بستی منو دیوانه بیا که ما بسی تو باشی کنی بیا کنم فقط اون فهمیدی و بگیم لنگاش کجا مانی؟ اما مایا دلو مشرف خیر کننده خیر سلام امید که جور صحتمند باشید از ویدیوهای ما لذت ببرین امروز یک بند آمدیم البته زیاد کلان نیست ولی خوب یک منظره عالی داره از 4 طرف همی تو از سر کوم برفا میشه که چشمه است نمیفهم هوا آمدن میره باشه این تو شاید دیده شوه چشمه کجا شد دیده نمیشه درخت هستن پیش میریم شما رو نشان میتیم این هم نمای بند و این طبیعتی زیبا دیگه می تو میده میگردیم پیاده کردیم یک کمی به اون طرف بالا رفتیم همون تو یک جای حال بشینیم یک چای مای بخوریم یک مانده خود راست کنیم اینی از این طرف هر طرف سعیمونی یک زیبایی خاص خود داره همین تو دل آدم میشه تو یک جای قرار بشینه همون تو فقط منظره رو دیده بره همون که میگه سویس بهشت روی زمین است واقعا همون است یعنی از دیدن زیباییش اصلا خسته نمیشه آدم سعی که عالی طرفه این کوه مقبولی دیگه چی بگویم اینجا هم یک آبشار خیلی خورترک بود بیشتر از اونجا هم یک ویدیو گرفتم امید که از ویدیوی ما خوشتون بیاد دیگه لایک سابسکرایب کنین همین یک دلگرمی به ما میشه یک ویدیوهای از اینکه خوبتر براتون بانیم پیشنهاد انتقاد اگرچه شاید گفت زدن ما خوب نباشه وقتی که من تو وطنی گپ میزنم دیگه دم لهجه خود ما چسب کجا کنیم خود چسب زخم در خانه لالای راست ما سر میدیم ها اینجا کدام درخت باشه می تو آستا
برون پایین نزدیک هاو اگر امکانش بود از اینجا یک ویدیو براتون بگیرم. البته تلفن در دستم است، شاید لرزه داشته باشه دیگه، بزرگواریتان ببخشین. حالا رسیدیم پالوی آب. او بسیار امیت یک آبی زلال میگه چی میگه که همو قفش دیده میشه. بسیار آب تمیز است. یه هم از ابرا که جمع شده دلش است که باران بباره. و این طرف باشه کوره بگیرم. بسیار یک رقم سبزه و سنگ و این چیزا کلش یک جای شده که منظره خاص همو تو با وجود آورده. دوستای عزیز، این بند که هست از این جایا نقشه زده که او میایدش از هر طرف و از اینجا خارج میشه، طرف پایین میره. یعنی از اینجا که برف او میشه، یعنی او پیشتر که در چشما رفته بودیم، از اینجا که هست یعنی رگای او میه. و اونو طرف دیگه هم که هست، یعنی که در چی صدرپگی پولی اینجا زدگی است. باش ما یک دانه صدی رو اینجا گرفتیم. اینه اینجا در بغل کوه، او در کوه او طرف در پشت از کوه اونجا هم بخیر میریم. یعنی می جای هم ویدیو میگیریم براتون. بسیار یک جای مقبول و چی هست، بیا از نزدیک بگی. یعنی باش کدام طرف اینه چیست در سابقه فکر کنم از اینجا برای او جور کرده بودن. به اینجا ما چه زده و معلوماتش هم اینجا داده. از نزدیک که بیا معلوماتش هم چی کن دوستا ببینه. این هم معلومات هایی که اینجا برش داده. دیگه روز را امروز هم اینجا شام کردیم. بسیار خوش گذشت. واقعا همین سویس که میگه بهشت روی زمین است. هر طرف که سعی میکنی همون تو دلت میشه دیده بری. در این کوهی که پر از سنگه، این درخت ها و این طبیعت و این سرسبزی بخی یه چیز جالب است. واقعا بر ما خوش میگذره. یم از پیاده گشتی امروز ما خوبه میتو کوی چی رقم بگویم بلند است اما لذت بخشه. خوب طبیعت خوب داره. همچون روی ما چی رو جلبال میکنه. خوبه میتو یک از این طرف هم اینو ما خیلی قشنگه. این کوه خیلی خوبش است. هم سنگ و هم درخت و در منطقه یک چشمه ریزم داره.
این عمر سنگی چیز است. دیگه گیری من بام شدم بیلک و یخ بخوره داشت. واسان میگی. واسان واسان. واسان مشکل پیش از ما بشه. پیش دنگیسی. اوه وسط دره چقدر چکور راتی اینجی. بیاد سعی کن. چقدر چکور. اینجا معلومات بنده که جور کده و ایره میتونیم که ورق دیم. یک صفحه دیگه هم دارد اینجا. یه میبند است و یه تکنیکی که استفاده کردن امو رقم ها. یه هم همین نقشه کوه است که از کجا او میایده منطقه جمع میشه و یه هم بسیار یک نمای هموتو. اینجا ممی استادگاهش هست باش نامش اگر از اینجا دیده شد باش نزدیک یه هم اسگاه بوسش هست و اینجا هم همی بند که چی شوه پور شوه اینجا یه هم مجسمه عیسی مسیح و یه هم پرچم های سوئیس و کانتون و این هم تابلوهایی است که هر کس هر طرف رفتک برش آدرس زده که چند کیلومتر است و کدام طرف بره. دیگه تشکر از کسایی که ویدیوی ما را تا این لحظه دیدین. امید که براتون جالب بوده باشه و از ویدیوی ما لذت برده باشیم. دیگه تا دیدار بعد خدایا رو مددگارتون.